مردم غزه کاغذ میخورن، کاغذ، برای خوردن نان ندارن. کشور اسلامی حرکت میکنند و آنها کفن میفرستند. شما مردهای خود رو به کفن بکنید، سر شما رو بخورد این حکومت های اسلامی شما. آنها نان برای خوردن ندارن، اینها شترها را قو کرده، بریان کرده، در داخل قابهای بزرگ و در داخل اشتیها و سینه های بزرگ پیش روی خود میارن، میخورن و بر از میگوین که ببینید ما چه میخوریم. شما چرا جهاد میکنید؟ شما چرا از ملت خود، از خاک خود، از قبله اول مسلمان ها دفاع میکنید؟ این سزای شماست. شما بمیرید ولی ما اینجا عیش و استراحت بکنیم. اینها باعث شده است که مسلمان ها، حتی عامه ملت های مسلمان ها، روحیه خود را ببازند و فکر بکنن هر چی هست در دست کفار است. نه، در دست کفار نیست. ان العزة لله جمیعا، همه عزت از آن پروردگار است.